بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها من الجزء الأول. إنك بعوني الله تعالى مدرس خود را دوام میدهم از شرحی کتابی درس های زبان عربی برای کسانی که با عربی حرف نمیزنند. از قسم یکم درس امروزی ما الدرس الثاني عشر، یعنی درسی 12. درسی 12 یعنی موضوع های آمیخته آمده استادند. مثلا گفت است که کاف الخطاب، كاف الخطاب ضمير للمخاطب. كاف خطاب این یکی مخاطب، كاف المخاطب هم میگن. كاف المخاطب چی بود است؟ این ضمیر مخاطب بود است، یعنی ضمیری بود است که وای را برای شخصی دوم استفاده برده می شود. فهمیدید نه؟ این ضمیر متصل می باشد. ضمیر المخاطبی المذکر، ضمیر مخاطبی مردانه می شود که مسمک، نام تو چیست؟ کیف حالک یا ابی، احوال تو چطور است ای پدر من؟ بیتک جمیل، خانه تو زیباست. الک هذا القلم یا خالد، ای خالد آیا این از آن توست یا که این قلم از آن توست؟ بو می شود که ضمیر المخاطبی المؤنث ضمیر مخاطب برای زنانه باشد. مثلا مسموکی در این حال یا که در این حین مبنی بر کسر می شود. کیف حالک یا امی، ای مادرم احوال تو چطور است؟ بیتک جمیل، خانه تو زیباست. الکی هذا القلم یا فاطمه، ای فاطمه آیا این قلم از اون توست؟ در اینجا یعنی اختصارا میگیم که این ضمیری چی می باشد؟ ضمیری مخاطب می باشد و متصل، یا که ضمیر متصل اول گفتن خوبه، بعد مخاطب هم مذکر و هم مؤنث می شده است. مثال وقتی که مسموکه گفتیم که در اینجا مبنی علی الفتح میشه فی محل جر بالمضاف، مسموکی مبنی علی الکسر فی محل جر بالمضاف میگوید. یک چیز در یادم رسید، حاضر در یادم رسید. وقتی که ما گفتیم کیف حالک یا ابی، وقتی که ما یا ابی گفتیم از اون نمرکی یا حرف ندا میشه. بعد از وی اب اومده استفاده است، منادا. فهمیدید؟ منادا می شود فی محلی نه معذرت منادا شده استفاده. منادا در اینجا چی خیلی است؟ منادا چند نمود؟ 5 نمودی منادا بود. همه خیلی است 5 نمودی منادا بود. این کدامش است؟ این از همانی که اضافه می شود، مضاف می شود و وقتی که منادا مضاف شود منصوب می شود. فهمیدید؟ منصوب می شود. و علامت نصبه فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. از یاد نبره، این منصوب شده ایستاده است چون از منادای مضاف است و هو مضاف یا المتكلم مبني على السكون في محل جر بالمضاف. همین خواستم بگم. انا و انت، خب انا ضمیر للمتکلم، انا میگوید این ضمیری برای متکلم میشه، ضمیر منفصل میگفت خوبتر میشد، ضمیر منفصل للمتکلم بهتر از آن. بولان خوب میشد میگفت که ضمیر متصل للمخاطب المذکر میگفت. این مثال ضمیر منفصل للمتکلم برای شخصی چی بود است؟ شخصی یکم. خب انت ضمیر منفصل للمخاطب،
این از همه بهترش همینه. المتكلم المذكر والمؤنث يعني شخص يكون مردانه و زنانه انا میشود ضمیر. انا طالب انا طالبه، من دانشجوی هستم من طالبم. انا محمد انا خدیجه، من محمدم من خدیجه. المخاطب المذكر يعني الضمير المنفصل المخاطب المذكر. أنت مدرس، أنت طبيب، من أنت مدرس. خب تو مهندس هستی، تو دکتر هستی، تو کیستی، آیا تو مدرس هستی. المخاطب المؤنث بو مخاطب مؤنث أنتي، فهمیده؟ أنت مهندسة، أنت طبيبة، فهمیده؟ خب أنت مهندسة، وقتی که أنت مهندسة که گفت چی میشه بعد؟ خب أنت مهندسة، تو یعنی که مهندسه هستی، یعنی تو دکتر هستی، چی انجینیر. أنت طبيبة، تو دكتور هستي. خب أين من أنت، تو كيستي، خطاب باوان باشد بازن. أنت مدرسة أو تو مدرسة هستی. در اینجا یک سوال به میان میآید. یک سوال به من میآید که خب وقتی که میگوین ضمیر، کدام اینها ضمیر می باشد؟ مثلا انتی می شود، یا که مثلا انتما، انتن. ضمیر در اینجا ان می بود، اساسا هم ان ضمیر می باشد. فهمیدید؟ و تاء حرف خطاب، او تایی که در آخرش از کوه و را حرف خطاب میگویند. این از یاد نبرید. بارک الله فیکم. خواستم مقصد خاطرتون کنم. بعدا میفرماد که تأنیث الفاعل، معنیش آمدن فاعل گفته شده است. اکنون پیش از اون که معنیش آمدن فاعل را ما فهمیم، ما باید که فهمیم که فاعل گفته چی را میگویند. همین بارک الله فیکم. خیلی که در المقدمة الأجرومیه گذاشتیم و در متممة الأجرومیه گذاشتیم که هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله او ما هو في تأويل الفعل. این تعریفی فاعل می باشد. اینجا گفت است که الفاعل هو الذي يقع بعد الفعل. این اصل قاعده رو گفته شده است که فاعل و همه چیزی می باشد که بعد فعل می آید. لیکن این معلوماتی کوتاه می باشد. بارک الله فیکم. این معلوماتی خیلی هم کوتاه می باشد، کم. فاعل اسم است، مرفوع است. در برابر این یعنی که اسم بودنی فاعل می فهمید. فاعل اسم می شود، فعل نمی شود، حرف نمی شود. مرفوع است، منصوب نمیشد، مجرور نمیشد. المذکور قبله فعله، یعنی که از خودش پیش فعلش ذکر میشود. معلوم میشود که بعد از خودش فعلش نمیآید، اول فعل بعد آن. فهمیده؟ یا که فعل از وقت پیش نآمده باشد، هم یک چیزی میآید که معنای فعل میدهد. فهمیده؟ بارک الله فیکم. بس چند مثال می آورد. مثال می آورد که خرج محمد، خرج فعل، محمد فاعل. خرجت آمنه، خب چه؟ آمنه برآمد. خرج فعل، توی تانیث ساکنه های. برای چی در اینجا؟ یعنی که وقتی که آمنه آمد خرجت شد،
چونکی فاعل مؤنث آمده ایستاده است. برای من موضوع ما چی بوده است؟ تأنیث الفاعل. فهمیدید؟ همه خیلی قاعده است که گفته گذاشتیم در دیروز، يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي. أنا مين توي ساكنة هيكو واجب استاي در آخر فعل ماضي باشد كدوا إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا. واجب اون وقت می شود که اگر مؤنث حقیقی باشد. امین تو مؤنث حقیقی است یا که مجازی حقیقی است؟ حقیقی است. بنابراین خرجت آمدنش واجب می باشد. بارک الله فیکم. اینا ناس فهمید. ذهب سعید. فهمید؟ ذهب فعل صحیح فاعل. خرج اخی. خرج فعل اخ فاعل شده ایستاده است، اما علامت رفعی چیه؟ ضمه مقدره میشد. خرجت فعل تو تانیث ساکنه، علامت دلالت به اون میکند که فاعل مؤنث است. اون فاعل شده ایستاده است، مضاف مؤدرم برآمد. ذهب الطالب ذهبت الطالبه. فهمیدید؟ خب دیگر اون چیزی نویگری نیست. بعدا میفرماید که التی صحبت درباره الذی و التی میرود. اینها را گفته گذاشته بارک الله فیکم. اینها چی میباشند؟ اسمهای موصوله میباشند. ما گفتیم که اسم موصوله دو خیل میشود. فهمیدید؟ میشود که نصب باشد، میشود که مشترک باشد. اینها اسم موصولی نصب میباشد. نصب برای خاطر آن اینها را اسم موصولی نصب میگویند که در یک معنا خاص میباشند که به دیگه معنا تجاوز نمیکنند. فهمیدید؟ اینها در دیگه معنا یعنی که اشتراک نمیکنند. الذي للمفرد المذكر. لفتسكي الذي اسم موصول للمفرد المذكر العاقل وغير العاقل، يعني العالم وغير العالم. التي بشد للمفردة المؤنثة العالم وغير العالم. الاسم الموصول المذكر العالم الفتى الذي خرج الآن ابن عمي. اسم موصولی که مذکر است و عالم است، یعنی جاندار. جوان بچه ای که حال برآمد پسری عمکی من است. من رجل الذي جلس في الحديقة. کیست آن مردی که در باغ نشسته بود یا که نشست؟ الاسم الموصول المذكر غير العاقل. القلم الذي معك مكسور. قلمي كامروي توز شكست است. لمن الكتاب الذي على المكتب. كتابي كدار بولي ميز ازون كيست. الاسم الموصول المؤنث العاقل مؤنث يعني كالعالم. الفتاة التي خرجت الآن بنت عمي. جوان دختري كهولو برامد غير دختري عمك من است. من المدرسة التي جلست في الحديقة. كيس مدرسة كي در باغ نشست. الاسم الموصول المؤنث غير العالم. الساعة التي معك مكسور. ساعتك همراهي تو شکسته است. لمن الحقيبة التي على المكتب. جمدانه که یکی جزدانه که در بالای میز است از آن کیست؟ ذهبت الطالبة. اصله ذهبت الطالبة. ذهبت الطالبة یعنی در اصل اساسا گفته ایستاده است که این ذهبت میشد. هم خلاصه اینه توی تانیثی ساکنه میگود. بعد برای خاطری با اون کلمه که مثال
در سر یا که بگیم فاعل یا که بگیم اون کلمه که اون اسمی که در سرش چی دارد یعنی الف لام دار. وقتی که ما ذهبت گفتیم این توی ساکنه زخه، وقتی که الطالب گفتیم الف است، الف چی میباشد که همزه وصل میباشه و این جنده تمام شده استاد است. من این انا کنم که الطالبه الف لامش و همزه وصلی که میباشد، همزه وصلی که در داخل خوانده نمیشود. ذهبت الطالبه اجتماعی دو ساکن شده، برای خاطر همین در بعضی حالتها ذهبت الطالبه چرا توی ساکنه کسر گرفت گفتن میگویم که المراد انها ساکنه فی اصل وضعها، میگویم یعنی مراد از این در اصلی گذاشته شدن همین تا در با سکون او گذاشته شده. المراد انها ساکنه فی اصل وضعها فلا يضر تحریکها، حرکت دادن این تا یکون ضرر ندارد. فلا يضر برای چی حرکتش میدهند؟ لعارض، برای یکون فوق العاده، یکی از همون فوق العاده، این فوق العاده یعنی از عادت بالا یک حادثه روی داد. کما اذا ولیها ساکن، چه خیلی که برای مثال اگر بعدی توی ساکینه با ساکینه آید، یعنی حرفی سکوندار آید، فهمیدید؟ فتحرک بالکسر، در این حین توی ساکینه را حرکت کسرش میدهند. چرا؟ للتخلص من التقاء الساکنین، برای خاطر از بخوری دو ساکن خلاص شدن. فهمیدید؟ بنابراین ذهبت الطالبه در اصل ذهبت الطالبه. چرا این شد؟ میگه که المراد انها ساکنه في اصل وضعها فلا يضر تحريكها لعارض كما اذا وليها ساكن فتحرك بالكسر، حركه الكسر للتخلص من التقاء الساكنين. آمين. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله رب العالمين.